สวัสดีครับมีออกแบบได้ครับเท่าไหร่ครับเป็น30 กว่าครับسلام بچه ها، من امیدم. تایلند، شهر ساحلی پاتایا زندگی میکنم. 17-18 سال اینجام. سال نوتون هم مبارک. امیدوارم سال خوبی داشته باشید. یه سری دوستان اینجا پیج زدن، پیج‌های مربوط به تایلند. دمشون گرم، اطلاعات خیلی خوبی در اختیارتون قرار میدن. من خب 17-18 سال اینجا دارم زندگی میکنم. به نوبه خودم تجربیات دارم، سعی میکنم تجربیات رو در اختیار شما قرار بدم. و چیز جالب هم هستش اینه که جوک شده، یه چیزی جوک شده تو شبکه‌های اجتماعی، اینه که هر کی میگم مهاجرت میکنه سری میره و یه دوربین دستش میگیره و یه پیج میزنه. منم خب تصمیم گرفتم بیام جزو این جوک‌ها و بالاخره یه پیجی بزنم و دمتون گرم شما هم حمایت کنید و سعی کنم این پیج رو بیارم بالا. اینجا ساحل جامتین الان دارم فیلم میگیرم و اینجا تقریبا 6-7 بعد از ظهر یه سری میان میرقصن. اون سمت ساحل جامتین هم یه سری والیبال بازی میکنن، البته دورتر اینجا، 2-3 کیلومتر فاصله داره. والیبال و تنیس ساحلی بازی میکنن، مجانی، البته لازم نیست پول بدن. شما اومدید میتونید برید بازی کنید، لازم نیست هزینه پرداخت بکنید. جامتین یکی از تمیزترین ساحل‌های تایلند رو داره. جامتین از ساحل پاتایا تمیزتره برای شنا کردن. ساحلش تمیزتره، اما اگه بخوای ساحل تمیزتر باید برید کلن اونجا ساحلش تمیزتره. یه سری از دوستان که اینجا میان احتمال داره خسته شده باشن از اون تفریحات شبانه و سر و صدا و مستی و هیاهو. من پیشنهاد میکنم یه جامتین ساحل خیلی تمیزی داره، تو روز میتونید آفتاب بگیرید. بعد از ظهر هم اینجا تفریحات گروهی هستش، میتونید از رقص‌های گروهی، ورزش‌های گروهی که به صورت مجانی هست استفاده بکنید و این موقعیت رو از دست ندید. دوستان توی این مدت که اینجا زندگی کردم بالاخره روزای سختی دوچه، روزای خوبی بوده، روزای سخت هم بوده و باید اینو در نظر بگیرید. وقتی میخواید اینجا زندگی کردن، اینجا فرق داره با توریستی. شما وقتی توریستی مثلا $1000 $2000 در نظر میگیری واسه یه هفته 2 هفته میخوای بیاری اینجا خرج کنی و خب دست و بالت بازه. تو اومدی میخواد بگردی، میخواد لذت ببری از زندگی، در حالی که تفریحی اومدی تفریح کنی. در حالی که وقتی اینجا میخوای زندگی کنی نه، دیگه باید حساب حتی 10 بعد 20 بعدت هم داشته باشی. این شکلی نباشه که مثلا یه دفعه 1000 بعد 2000 بعد کم پولی نیستش. واسه کسی که میخواد اینجا زندگی کنه واقعا کم پولی نیستش. اینو باید مد نظر داشته باشید. چون مثلا پای حقوقی هم اینجا بالا نیست. مثلا اینجا به خارجی ها نهایت خود تایلنده 10,000 بعد شروع میشه حقوقاشون به بالا برای 8 ساعت کار. مثلا 15,000 بعد 16,000 بعد تا 20,000 بعد برای خارجی هاست. اونایی که اروپایی باشن معمولا 20,000 بعد حقوقشونه. اما بستگی داره، یه سری شاملا همون کمتر هم میگیرن، بستگی به نوع کاری که انجام میدن داره. خیلیشون هم میرن معلم میشن معلم زبان یا حالا چیزایی دیگه. و سلام بچه‌ها، اینجا طبعا وسطای جامتین میشه، چون باد میاد میکروفون رو نزدیک گرفتن دیگه، رو لباس هم نزدم چون صدای باد بیشتر میپیچه. اون طرف جامتین اون سمتش میشه نجامتین، یعنی آخرای جامتین میشه. خلاصه اینجا ساحل خیلی سکسی و خوبی داره، ساحلش مشتیه، بیاید حال کنید، ترتمیزه، برای آبتنی خوبه. اکثرا هم اروپایی‌ها و روسا میان اینجا. اون سمت هم مارکت جامتینه، نایت مارکت جامتین. بعد از ظهر تقریبا 5-6 شروع میشه،
هوای زرم خنک خوبه. غذا داره، صنایع دستی داره، سوغاتی داره، همه چی داره. اکثرا هم روسا و اروپایی ها میان اینجا. و این سمت هم میشه قسمت بازی بچه هاست. بچه میان بازی میکنن و شما میتونید صندلی داره بشینید منتظر بچه‌تون بشید. سیف، امنه، زیرش هم نرم تشک ماننده. و این سمت هم بهتون نشون بدم، براتون یه سورپرایز دارم یه تایم لپس میگیرم از غروب آفتاب. این هم سورپرایز همه که حتما تو کانال میذارم براتون. دمتون گرم بچه، لایک، سابسکرایب یادتون نره. از کانال خودتون حمایت کنید، این کانال متعلق به خودتونه. من سعی میکنم تجربیاتمو در حد امکان در اختیار شما قرار بدم که کمتر دچار مشکل بشید. خدای نکرده، بالاخره تجربه‌ای بوده برای من، اتفاقاتی افتاده، تجربه است، در اختیار شما میذارم. دمتون گرم، خیلی مخلصم. تا ویدیوهای بعدی.